اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. امارت اسلامی تیم‌های صحی را برای تشخیص بیماری ناشناخته از طریق تاجیکستان و پامیر بدخشان اعزام کرده است. رئیس عمومی اداره ملی استاندارد و هیئت همراهشان از فابریکه ذوب آهن فقیری نظارت و بازدید نمودند. از سوی هلال احمر افغانی 19 کودک دیگر که از بیماری سوراخ قلب رنج می بردند برای انجام عملیات و تداوی به شفاخانه‌های گلوبال، باسط و فرانسوی ها در پایتخت کابل معرفی گردیدند. ریاست عمومی اداره امور می گوید کار شفاخانه‌های 50 بستر کرونا به پایان رسیده است. اداره ملی احصایه و معلومات می گوید 1.5 میلیون افغانی از توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت غور جمع‌آوری شده است. اداره ملی خط آهن می گوید در هفته گذشته از طریق بنادر آقینه، تورغندی و حیرتان 78236 تن متریک انتقالات صورت گرفته است. شاروالی کابل می گوید پروژه ساخت 4 سرک در مربوطات ناحیه 17 70% پیشرفت کاری دارد. وزارت معادن و پترولیم می گوید به هماهنگی ریاست استخبارات ولایت ننگرهار جلو قاچاق 1000 تن سنگ لیتیم گرفته شد.